نزله هیهات من نزله کف تو انل یه ملت کف تو انل یه ملت من به تو چی بگم تو خودت بلدی ما امشب میخوایم بمونیم یا علی مددی آخ چقدر حاتی چیلی میلی چشات خط فیلیپینی شاید امشب عروس شی همگی با هم کیلی لیلی اون عشق منه زده رو دست همه یه شیر خورده و شیر میده با این حجم ممه بیا امشب حال کنیم هانی میشم اون لوله کشه That's funny تو گلزار و بنابانی رو هم نمیشین اسم عمو جانی وقتی نیستم همه تو خماریم بعضی ها میگن شوالیم انقدر بوم میسازم انگار رهبر کر شمالیم هیهات من نزلم هیهات من نزلم کف تو انل یه ملت کف تو انل یه ملت هیهات من نزلم هیهات من نزلم کف تو انل آجی من عاشقشم ها رو هوا زدمش آج آقا انشالله تعالی یه همچین مال یعنی یه همچین بانوی وجیه فهمیدهی روی زمین نمیمونه چی شد؟ قربونش برم خوابش برد به همین زودی؟ هر شب همینجوری مست میکنه میخوابه حاج آقا چه خوب سفل مرد اون مرد بی‌صفت چی به روی تو آورده؟ خدا ازش نگذره کسی که دست به همچین زنی بلند بکنه باید دستات قلم آهوی دارم خوشگله فرار کرده ز دستم فقط یکم لاشیه آخ کاشکی اونو میبستم اتل متل تو طوله شما دوست پسرت چجوره خوبه هیکلی فقط یه کمی کوچوله آخر پرم به پرش خورد تو گل یا بوچم آخرش برد اگه حدس بزنی شب میمونم پیشه بزرگ منی چپت گفت دختر خوب نی واسه تو همه جو تنهایی بکن حال تو معلم دینیمون هر جایی که هستی خار تو هی میگن محتوا محتوا من نباشم با که قرمینی خوب شبا همه تو نسخ منی به امام حسن مجتبی شب و روزگار خوش حواست به بنده باشه نزا زندگیم از هم بپاشه اون ساسی دیگه مرده کم آورده میخواد سر براشه حالا گفتیم که توبه نصوح 5 تا شرط داره این که توبه خالص برای خدا باشه توبه ریا توبه شهرت و توبه اجباری و اکراه نباشه پی بردی به عوارض منفی گناه و رنج بردی از دوری از خداوند و رحم خدا در نتیجه احساس نیاز کرد دلت و مشتاق شد و آتشت بالا رفت که بر بگردی به سوی ربت پس باید بر این مبنا انسان توبه بکنه اگر تو اعتراف به گناه کردی خدا توابه نمیگه گناه نکن میگه توبه بکن گناه آدم میکنه نمیگه اشتباه نکن میگه معذرت خواهی بکن تصحیح بکن اذا عرفت فلزم حالا که فهمیدین دوباره میگیرش خدا که عوض نمیشه صفات خداونده توبه هلو های اوکی خب دیگه الان که دیگه مشکلی نداشت که این آهنگو بذارین عید واسه بچه‌هاتون بگین عمو ساسی اینو خونده امسال خب الان که دیگه مشکلی نداشت آهنگه اما منتظر آهنگ اصلی باشین مارمولک به زودی قراره بیاد مثبت 21 خب دیگه به من گیر ندینا اگه این آهنگ چیزی خوندی اینجوری خوندی اونجوری خوندی کامینگ سون مارمولک خیلی ها تو این روزا منو قضاوت کردن موقعی که پیجمو بستن موقعی که تو این ماه منو قضاوت کردن بعد از اون فیلمایی که گذاشتم میگن تو میخوای آهنگ بخونی حاشیه آهنگ جدیدته بله میخوام آهنگ بخونم اسمش هم توبه است ولی اصلا تو اون سبک و سیاقی نیست که شما فکر میکنید مثل قبل بوده حالا نمیگم اونا هم بد بوده حالا یه دورانی داشته
الان دوست دارم یه جوری دیگه کار کنم و آهنگ من به زودی پخش میشه، اسمش هم توبه است. امیدوارم که دوست داشته باشین. اونایی که منو قضاوت کردن به زودی میفهمن که این دفعه رو اشتباه کردم. یا حق.